شماره تخمینی آدمانی که شما کشته چند است؟ 500 نفر. شما 500 نفر را کشتید؟ آره. یک باره کشتید یا گروه؟ شما 500 نفر را گروه کشتید؟ آیا میان آنها زنان و کودکان بودند؟ نه. این منظر احمد است، یکی از اجرا کنندگان قتل معروف در اتدمانیه که در جنوب پایتخت سوریه دمشق رخ داده است. قواهای امنیتی سوریه باز 2 نفر دیگر را که در این جنایت بزرگ جنگی دست داشتند بازداشت کردند. این جنایت در دوره رژیم تروریستی بشار اسد سال 2013 صادر شده بود. والآن سنتجه باتجاه مناطق تنفيذ. حالا ما به جای‌های می رویم که این عملها در آنجا صادر شدند، عملهایی که او پس از اقرار شدند در نزد همه به اجرا رساند. جهاز الامن العام حاليا في منطقه التضامن في دمشق. همچنین 2 جنایتکار دیگر نیز در کشتار عمومی آدمان اقرار شدند. سال 2022 روزنامه The Guardian ویدئویی نشر کرد که قتل عام در اتدمانیه را حجتگذاری میکند. این یکی از 27 ویدئو زاپیس‌های شبیه قتل است که در آنها بیش از 280 سوریگی به دست کارمندان کشف رژیم اسد کشته شدند. در ویدئو دیده می شود که نظامیان رژیم اسد 10 نفر را با چشمان بسته تیرباران کرده، سپس آنها را در قبر دست جمعی دفن می کنند و جسدها را می سوزانند. در ویدئو زاپیس که قتل عام را ثبت کرده است، امجد یوسف افسر کشف نظامی رژیم نیز دیده می شود. او در نوار اقرار کرده است که این جنایت ها را صادر کرده است. The Guardian تصدیق کرد که ویدئوی دیگری نشر نشده نیز وجود دارد که در آن امجد یوسف 6 زن بیگناه را در داخل چاه تیرباران می کند. در آن دیده می شود که پس از انجام قتل او جسدها را در داخل چاه آتش زده، سپس با بولدوزر چاه را خاک پر می کند تا آثار این جنایت جنگی را پنهان کند.